زن در کارگاه محصولات گشت کار میکرد. رزه پس از انجام کار به داخل یخدان بزرگ گشت در آمده پیش از رفتن آن را خبر گرفتن خواست. ناگهان در از پس او پوشیده شد و زن در داخل ماند. داد و فریاد زد، یاری خواست، ولی کسی به دادش نرسید، چون که همه الکی از کارگاه بیرون شده بودند. چند فرصت گذشت. زن هم گویا به تقدیر تن داده باشد خاموش شد. ولی ناگهان شرفه پای از بیرون شنید. در حال از شادی صدا برآورده یاری خواست. وقتی در یخدان گشوده شد، زنی اکنون به خود آمده رو برای خود موی سفید نظرناگی را دید که پاسبان کارگاه بود. بدتر چون خبرگیری داخل سیخ وظیفه پیرمرد نبود، از او حال را پرسید. پیرمرد جواب داد: من 40 سال است که اینجا پاسبانی میکنم. هر روز صدها کارگر می آیند و می روند، اما هیچ یکی آنها به من لااقل نیم نگاهی هم نمی کنند. تنها تو دخترم هر صبح به من سلام می دهی و شام پس از کار به من خیر باد می گویی. این شام که رفتن تو را ندیدم، دانستم که اینجا هستی و حادثه با تو رخ داده است.